کلمه اخلاق که همه ماها به کار میبریم، این کلمه رو خیلی وقتا به هم دیگه توصیه میکنیم، میگیم که اخلاقت خوب باشه، یا اخلاقت مثلا یه وقتی نصیحت میکنیم طرف رو میگیم اخلاقت بده، تعریف میکنیم از یه نفر میگیم فلانی اخلاقش خیلی خوبه، یا برعکس. گرچه این کلمه عربی است ولی معناش میدونیم یا منظور ازش میفهمیم چیه، چون استفاده میشه در زندگیمون، در تعاملمون با هم دیگر. اما اگر بخوایم بیشتر دقت بکنیم در فهم و تعریف این کلمه، خود اخلاق کلمه است که جمع هست. برخی کلمات جمعن، مفردی دارن. جمعش خلقه، خلق و خوی که خودمون هم میگیم، و اصل خلق و خوی برمیگردد به باطن انسان، یعنی به درون و قلب انسان، ولی در رفتار و گفتار انسان ظاهر می شود. لذا وقتی تعریف میکنن از اخلاق میگن به همه گفتارها و صحبتهای ما و اعمال و کردارهای ما گفته میشه اخلاق. ممکنه این اخلاق خوب باشه، ممکنه بد باشه، ممکنه اخلاق بدی باشه، ممکنه اخلاق خوبی هم باشه. و با توجه به این تعریف، اخلاق تمام وجود یک انسان و تمام ابعاد زندگی یک انسان در بر میگیره. گفتیم که تنها مثلا مربوط به زبان نیست، درسته که بخش عظیمی از اخلاق ما تو زبانمونه، یه بخشش تو صورته، اینه با صورتی باز و خندان و چهره‌ای بشاش با مردم صحبت کردن و تعامل داشتن، ولی فراتر از این هاست. یعنی از قلب گرفته که میتونه منشأ و مصدر اخلاق زیبا باشه، تا با صحبت کردن، نگاه کردن، راه رفتن، تعاملمون و رفتارمون در درون خونه با هر کی باشه، با پدر، با مادر، با همسر، با فرزندان، تو جامعه، تو کوچه ایم، تو بازار باشیم، تو مسجد باشیم، تو میدان ورزش باشیم، تو زمینه ها و میدان های علم باشیم، تو مدرسه باشیم، هر کجا باشیم بحث اخلاق مطرحه. یعنی تمام زندگیمون اخلاقمونه، سرمایه مونه. لذا وقتی از ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها سوال شد در مورد اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام، اخلاقی که پروردگار اینگونه اون خلق و خوی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام رو ستوده، و اینک لعلی خلق عظیم. این تعریف بسیار عظیمی است از جانب الله جل شأنه از اخلاق پیغمبر، میگه علیه الصلاة والسلام. سوال وقتی شد از ام المؤمنین، از همسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام، خیلی جالب جواب دادن و این برمیگردد به جایگاه والای علمی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، و در میان ما مسلمان ها جایگاه علمی ام المؤمنین کاملا مشخصه. یعنی میشه گفت که در تاریخ ما مسلمان ها اینگونه زنی فقیه، دانشمند و فرزانه تاریخ ما به خود ندیده. تنها بحث نقل روایت نیست که بگیم بله مثلا صدها حدیث رو از پیغمبر علیه السلام نقل کرده، نه خیر، تنها راوی نیست. من همین جوابی که ام المؤمنین داده و نقل شده به شما بگم، خودتون میتونید درک بکنید. از یه زن سوال میشه اخلاق پیغمبر علیه السلام چگونه بود؟ چه بگه
درستکار بود، صادق بود، عفو میکرد. یه 10 12 تا 100 مورد هم که باشه از خوبی های پیغمبر بگه. نه خیر، علم، دانش، درک، شعور، فقاهت. به سوال کننده میگه مگه شما قرآن نمیخونید؟ گفت بله. گفت اگر قرآن میخونید کان خلقه القرآن. این یه انسان عادی میتونه بگه؟ میتونه درک بکنه؟ اخلاق پیغمبر علیه السلام کل قرآن بود. یعنی قرآن رو تو زندگی خودش تطبیق میداد. یک کلمه یا یک عبارتی بسیار کوتاه، مختصر اما جامع به عظمت و بزرگی قرآن. بس اخلاق انسان همه زندگی انسان هست. وقتی پیغمبر علیه السلام اخلاقش قرآنه، یعنی اخلاق انسان با خدا. انسان یه وقتی شاید فکر بکنه مگر انسان با خودش هم اخلاق داشته باشه؟ بله، اولین کسی که باهاش اخلاق داشته باشیم خود خدایمونه. اصلا این نماز هرچه خاشعانه تر باشه اخلاق درستتر با خداست. روزمون هرچه صحیح تر باشه اونطوری خدا از ما خواسته در تعامل اخلاقمون با خدا زیباترین. و همینطور تمام واجبات، شکر نعمت ها نشانه اخلاقمون با خداست. درک عظمت، بزرگی، جلال و شکوه الله جل شأنه، اینا همه جزء اخلاقمون با خداست. اینه که اخلاق یک کلمه خیلی وسیع، تمام رفتارها و ابعاد زندگیمون رو در بر میگیره. ولی در تعاملمون با بندگان خدا اخلاق 3 مرتبه داره، 3 درجه داره اخلاق. یه درجه اینه که انسان در برابر کسانی که بر انسان حق دارن، به انسان نیکی کردن، به انسان خوبی کردن، انسان خوبی بکنه، اخلاق خوب داشته باشه. این که دیگه حداقل اگر انسان اینو نداشته باشه دیگه پستر از حیوان هم میتونه باشه که در برابر خوبی دیگران انسان بدی بکنه. حیوان دیدید وقتی انسان میخواد رامش بکنه چطوری باش کنار میاد، اونم باید کنار میاد. حیوان به یه نحوی چند روزی که باش بچرخید و بهش محبت بکنید، خوبی بکنید، باید انس میگیره. حیوانه، عقل نداره اما علی کل حال فطرتی داره، سرشتی داره، موجود زنده ایست. پس مرتبه اول که دیگه حداقلش انسان به عنوان وظیفه بایستی رعایت بکنه. کسی بهت خوبی کرد، احسان کرد، مثلا به ما سلام کرد، ما باید جواب بدیم، وظیفه مونه دیگه. جواب سلام دادن، پاسخ سلام وظیفه هست. اگه کسی بهت سلام کرد جواب ندادید این کاملا مشخصه. نه تنها در فرهنگ دینی ما، در هر فرهنگی که شما نگاه بکنید همه محکوم میکنن که چقدر آدم پسیه که حتی جواب سلام هم نمیده. بس اینه که حداقل رعایت اخلاق در برابر حقوق دیگران، این که ما موظفی، انسان وظیفشه با پدر با مادر چون به انسان احسان کردن خوبی بکنه، اخلاق خوب داشته باشه، با خویشاونداش، با همسایه، با یه مسلمون وظیفشه. کسی بهت هدیه داد یه هدیه‌ای میدی، خوبه. البته بحث اینطوری نیست که یه نفر فکر بکنه که اگر من به عنوان وظیفه دارم انجام وظیفه میکنم، اخلاقم رو و خوبی ها رو نسبت به کسی دارم که بهم خوبی کرده پس دیگه اجر و ثواب نداره. نخیر، اجر و ثواب داره. شما اگر واجبه که جواب سلام بدید، وقتی جواب سلام دادید ثواب دارید. وقتی به پدر و مادر احسان میکنید وظیفته، اما ثواب دارید. کسی بهت هدیه داد، در برابر هدیه بعد از مدتی یه هدیه بهش میدید چون به من خوبی کرده، اون هدیه که هم میدید ثواب دارید، بدون ثواب نیست. ولی انسان شاهکار نکرده، این وظیفه هست، این بایستی در انسان باشه که پاسخ نیکی نیکی بده.